بینندگان عزیز سلام. برنامه نوبتی داستان است و چون شما آگاهی دارین ما در این برنامه دایر به داستان‌های کتاب بیزوال فردوسی داستان‌های شاهنامه میگوییم و مهمان نوبتی ما هستند بهروز ذبیح الله، نامزد علم‌های فیلولوژی، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. شما را به برنامه خیر مقدم میگویم. سپاسی فراوان. خوب استاد، در برنامه‌های پیشی ما پیرامون چهره‌های داستان‌های شاهنامه گفته آمدیم تا آن زمانی که اسکندر با برادر خود چند محاربه بین آنها رخ داد و برادر او از جانب وزیران خود کشته شد. و بیایید امروز پیرامون پادشاهی اسکندر صحبت میکنیم. خب اسکندر چگونه سر تخت آمد و کی به این چیز زمینه گذاشت؟ تشکر. خب ما اکنون رسیدیم به داستان‌های تاریخی در شاهنامه فردوسی که یک از آنها همین اسکندر می باشد. اسکندر یک شخصیت تاریخی بود و پیش از شاهنامه هم تاریخ‌نامه‌های فراوانی درباره محاربه‌های اسکندر تألیف شدند، از جمله خود همون درباریان و نویسندگانی که با او همراه بودند همزمان با اسکندر در سال 388 تاریخ‌نامه می‌نوشتند. هر کشوری که اسکندر میرفت و کشورکشایی میکرد این تاریخ‌ها نوشته میشد. اولین کاری کرد فرمان برآورد این بود که تا 5 ساله تمام کشورهای باجگزار ایران را از پرداخت باج و خراج آزاد کرد. دومین کاری که کرد یک نامه نوشت به دلارای همسر دارا که در اصفهان بودن آنها بعد از شکست دارا. در این نامه آنچه بر سر دارا گذشت و گفتگوزاری که بین آنها با دارا بود ذکر میکند و یادآور میشود که دارا روشنک را به او بخشیده است. و از دیگر خواهش های دارا در دم مرگ اسکندر این بود که عزت و کرامت ایرانیان را حفظ کند، رسم و آیین های ایرانی را حفظ کند و زن و کودک ایرانیان را اسیر نکند. و او به همه این تعهداتش اسکندر عمل کرد و ذکر کرد که من قاتلان دارا را به مجازات رساندم. دلارای همسر دارا از این نامه خرسند می شود و رضایت خود را برای ازدواج اسکندر با روشنک بیان می کند. همزمان با نامه‌ای که به دلارای می نویسد اسکندر یک نامه دیگر به خود روشنک می نویسد و همان قضیه که هنگام مرگ دارا دیده بود شنیده بود آن را به روشنک هم یادآوری می کند و خلاصه طرفی هم روشنک هم دلارای به این ازدواج به خاطر همین نیکی هایی که اسکندر در دم مرگ به پدر او کرده بود رضایت می دهند. اسکندر مادر خود را از اموریه از روم دعوت می کند برای خواستگاری کردن روشنک و او را با هدایای بسیار فراوان میگوید به اصفهان به خواستگاری میفرستد و در شاهنامه آمده است که او زبان فارسی را نمیدانست. با او ترجمان ها هم بودند، دانشمندان و فیلسوفان 10 نفر همراهیش میکردند که تا این معامله صورت بگیرد. و اسکندر به مادرش میگوید که بدو گفت نزد دلارای شو به خوبی به پیوندی گفتار نو. بشد مادر شاه با ترجمان 10 از فیلسوفانی شیرین زبان به اصفهان میآیند و خواستگاری میکنند، رضایت میدهند و از آن طرف هم آنقدر هدایا اسکندر به اصفهان میفرستد که در صدها شتور بار از زیبا و خز و تحفه های بسیار گرانبها و 300 خدمتگار و ندیم از روم آورده بود که برای روشنک فرستاد. و از آن طرف هم دلارای جهیزیه فراوان برای دخترش روشنک تیار میکند که دلارای برداشت چندین جهیز که شد در جهان روی بازار تیز. شتور در شتور رفت فرسنگ ها ز زرین و سیمین و از رنگ ها، ز پوشیدنی و ز گستردنی، ز افکندنی و پراکندنی.
زی اسپان تازی به زرین ستام، ز شمشیر هندی به زرین نیام، ز خفتان و از خود و برگستوان، ز کوپال و از خنجر هندوان، ز کاخ دلارای تا نیم راه، درم بود و دینار و اسب و سپاه. ماجرا در شاهنامه شروع می شود از آغاز کشورکشایی های اسکندر در جهان شروع می شود. بسیار داستان پرماجرا است، عجایبات و غرایبات که در اثنای کشورکشایی اسکندر چه در هند، چه در چین، چه در افریقا و در اندلس، در هر کجایی که می رود بار اول بود. همین حالا هم دیدن یک جای نو برای آدم جذاب است. عامل ها سبب می شوند که همین اسکندر به کشورکشایی روی می آورد و شاید اینجا یگان پهلوهای دیگر هستند که اسکندر خواهش مثلا آنها را عملی کردن داشت یا که یگان قصاصی نسبت به دیگر دولت ها داشت، دیگر به خلقیت ها داشت. چون که وقتی که مثلا یک شاه به یک کشوری بزرگ مثلا صاحب می شود، کشورهای دیگر را ثبت کردن اونقدر از روی اون شهامتی که مثلا فردوسی اسکندر را وصف کرده است در شاهنامه روی جایز نیست. وقتی که او در تخت پادشاهی نشست و ارسطوطل فیلسوف بزرگ روم استاد او بود و او را نصیحت ها میکرد و با عجایبات و غرایبات دنیا آشنایی داشت و همین میل جهانگردی در وجود اسکندر از ابتدا بود. اما یک سبب شد که آغاز جهانگردی اسکندر با جهانگشایی همراه می شود، همون بازخواستن ایرانی ها از روم که او سخت ناراحت می شود و یک از هدفش بعد این می شود که کار کند که دیگر به هیچ کسی باج دهنده نباشد و آغاز جنگ هم از مسئله ستاندن باج و خراج شروع می شود. یعنی وابستگی یک دولت به دولت دیگر معنی داشت و اسکندر این را نمی خواست. هم مردی زیرک بود، هم جنگاور بود، هم یک خردی عجیب و خاصه داشت که فطرتاً جهانگشا بود. در دیگر کشورها هم همین روش در اسکندر تجربه می شود، مشاهده می شود. مثلا در وقت تصرف هند در شاهنامه آمده است که پادشاه هند، یک از پادشاهان هند یک دولت متحد نبوده، چندین پادشاه شاهزاده داشته که یکی از قدرتمندترین آنها کید نام داشته است که میگه چندین شب یک هفته خوابهای عجیب و غریب دید و همه فالبینان و بزرگان و خردمندان دربار رو پرسش کرد و کسی نتوانست خواب آن را درست تعبیر کند تا اینکه با او گفتند که در کوهستانات یک مرد خردمندی است با نام مهران، بسیار دانشمند است که از دنیا بریده است و غذایش فقط علف و گیاه است، فقط او میتواند که راز این خوابهای شما را بکشاید و کید به نزد او با درباریان می رود و خوابهایش را با او می گوید و مهران با او از حادثه حمله اسکندر از ایران به هند خبر می دهد و با او نصیحت می کند که با او نباید جنگ کنی. پس میگه تدبیر چیست؟ میگه 4 چیز در دربار شما هست که با هدیه دادن آنها شما باید کشورت را از جنگ و آسیب ایمن نگه دارید. یکی دختری خوبرویی که کید در دربار خود در حرم سرا داشت. دوم یک پزشک بسیار دانشمندی که میگویند که از طریق سریشک و اشک چشم تمام دردها و بیماران را معین میکرد و طبابت مینمود. سوم یک فیلسوف بسیار دانشمند که از رازهای پنهان عالم با خبر بود و او را راهنمایی میکرد. چهارم یک جامی که در او آبی بود که هر قدر که از او می نوشیدی کم نمیشد و این جام باز رازهای دیگر مثل جام جهان بینم داشت. خلاصه این 4 چیز را باید به اسکندر تحفه دهیم و اسکندر به هند لشکر کشید و در یک جای مستقر شد و نامه به کید نوشت و دعوت کرد که
انا بدون جنگ تسلیم شود و او مدت در هند گشت و گذار میکند و باز به کشور دیگر میرود و اینها با دیگر ملاقات کردند و آن 4 هدیه‌ای که مهران گفته بود قید به اسکندر پیشنهاد میکند، میگه به خاطر امین نگه داشتن کشور از جنگ این 4 هدیه رو بپذیر. اسکندر بعد در این داستان طولانی است و هر یک از این هدیه های قید را امتحان میکند و با او ثابت می شود که در حقیقت همین 4 گوهری که مهران گفته بود بسیار با ارزش هستند. برای اسکندر تازگی داشتند، بار اول همچنین معجزات را میدید و آنها را پذیرفت و به همین به جنگ با قید و مصالحه رسیدند. هر حادثه یک حکمت دارد. حادثه هایی که در این را ذکر می شوند حکمت های بسیار زیبا برای بشریت هست. در موضوع صلح و دوستی است، در موضوع انسانیت است، در موضوع زبان ها است، در موضوع تنوع طبیعت های جالبی که در افریقا است. این واقعا داستان زیبا است و تأکید میکنم که بینندگان عزیز این داستان ها را خودشان بخوانند، جزئیات بسیار زیبایی در آنها نهفته است. چرا چهره‌ای که مثلا اسکندر را مثلا فردوسی در داستان های شاهنامه جا کرده است از دیگر چهره هایی که اسکندر در دیگر کتاب ها هست فرق می کند؟ بسیارها آن را همچون یک جنگاوری خونین، یک شخصیتی مثلا بیرحم معرفی کردن، ولی در شاهنامه چون ما میبینیم یک مردی هست خردمند است و کوشش میکند تا هیچ جایی رو به یگان سبب ویران نکند، جنگ بی سبب نباشد. در خود ایران هم طور ذکر کرده مثلا اسکندر خرابی های فراوان آورده است، اما با این وصف هم در شاهنامه چهره بسیار نرم و خردمندی دارد و شاید فردوسی تکیه دارد به روایت های مردمی هم، شاید چون شاهنامه تنها بر اساس مواد و منبع های تاریخی نیست، بلکه آن روایت ها و حکایت ها و آوازه ها و افسانه ها و که در بین مردم هم پهن بودند و روایت میکردند، در شاهنامه از آنها هم استفاده شده است. دوم گرایشی که تمایلی که فردوسی با اسکندر نشان میدهد احتمال دارد با ریشه و شجره اسکندر است که در داستانهای قبلی ذکر میشد که او ایرانی نژاد هست و فرزند دارا بوده است. و سوم اینکه بر اساس روایت شاهنامه او گویا ایرانیان را بخشیده است، با فرهنگ و ایرانیان احترام قائل شده است، بر رسم و آیینشون احترام قائل شده است. سوم که با روشنک ازدواج میکند و دیگه سخن برادرش در زمین دلیل‌های در خود داستان هستند که فردوسی سیمای اسکندر را یک سیمای بسیار دیگرگونه تصویر کند. عجایبات این داستان سفر او در کشور افریقا است. میگوید که به جای رفت که کشور برهمنان بود. این که رفت این برهمنان چیزی نداشتن، اینا فقط عبادت میکردن، کشور فقیری بود و میگد که از آن جایگاه لشکران در کشید دمان تا به شهری برهمن رسید. و او پیر برهمنان میاد با او صحبت میکنه، میگه تو به کشوری اومدی که ما هیچ چیز نداریم، ما خودمون نیاز داریم، ما خودمون یک مردم نیازمند هستیم، علف خوار هستیم، گیاه خوار هستیم و هیچ ثروت اینا نداریم. بعد همونجا گفتگوی بین اسکندر و او پیر برهمنان میرود. بعد از اسکندر سوال میکنن که میگه شما چی درخواست دارید؟ بعد این پیر برهمنان بسیار بارموز میگوید که میخواهیم که امی مسئله مرگ را حل کنی برای ما. بعد اسکندر میخندد، میگوید که هیچ کس سرنوشت مرگ را حل نکرده است و همه در نزد مرگ محکوم هستیم. بعد این پاسخ را میدهد، پیر برهمنان برایش میگوید که اگر این گونه باشد این همه دعوای جهانگشایی و جهانخواری شما چیست؟ شما برای چین کارا را میکنید که عاقبت شما هم خاک است. و این یک حکمت درسی بود که فردوسی از طریق این برهمن به اسکندر میدهد.
همی رفت منزل به منزل براه، ز ره رنجه و مانده یکسر سپاه. ز شهری برهمن به جای رسید، یکی بیکران ژرف دریا بدید. بسانی زنان مرد پوشیده روی، همی رفت با جامه و رنگ و بوی. عجایبات دیگرش دیدن یک کشوری با نام کشوری بود که در آنجا فقط زنان زندگی میکردن، پادشاهشان زن بودن. با اونا هم درخواست میکنه که من میخوام فقط از جای شما عبور کنم و ببینم. بعد اینا مذاکره میکنند و خلاصه و به توافق میرسند تا به اون شهری زنان بانوان میرود و میبیند هم پادشاه همه نگهبانان تمام ساکنانش زن بودند. و بعد عادت اینا این بود است که اینها ازدواج میکردن. از همین زنان اگر دختر به دنیا می آمد او را شهروند خود قبول میکردن، پسرها را بیرون میکردن. پسرها در کشورهای دیگر زندگی میکردن. یعنی ارتباط داشتن زنها با مردها، ولی در همون شهری که خاص آنها بود در آنجا مرد را راه نمیدادند. در امین داستان تصویرهای بسیار زیبا فردوسی دارد. از بدیهیت بسیار بلند همین داستان برخوردار است و او چنین تصویر میکند سیاه پوستان را. فردوسی میگوید که زی مردم زمین بود چون پر زاغ، سیاه گشته و چشمها چون چراغ. از این تصویر زیباتر دیده نمی شود. این مهارتی شاعری فردوسی در همین خیلی بلند است. در همین ماجراهای اسکندر بسیار فراوان است. چی در وقت تصرف هند، چی در تصویر تصرف چین، چی افریقا. اگر بچه ها مطالعه کنن بسیار ابیاتی بلندی دارد که ما نمونهش آوردیم. خب برگردیم که یک نمونه دیگر آب حیات را جستجو کردنش. به یک جای می آید، به یک کشور دیگر می آید، به منطقه دیگر می آید و با بزرگان و پیران آنها صحبت میکند و از عجایب در هر کشوری که اسکندر میرفت میپرسید که چی چیزی جالب دارید از حکمت ها، از طبیعت گوناگون، از هر چی طبیعی و معنوی در آن کشور بود پرسجو میکرد و آنها را میخواست بداند. با اون گفتن در این منطقه ما یک جز آب حیات است، اگر کسی به او برسد جاودان میشود، نمیرنده میشود. پس اسکندر با یک مشورت کرد و او تلاش رسیدن کرد که او را راهنمایی کند و گفته می شود همون مرد راهنما که اسکندر را به آب حیات راهنمایی میکرد خیزر بود. همراه خیزر حرکت کردند. دو راه داشته رسیدن به چشمه حیات. یکی از راهش از طریق روشنایی وارد می شود، یکی از طریق ظلمات. و گفته می شود که و در وقت انتخاب راه خیزر ظلمات را انتخاب کرد، از تاریکی رفت و به اون روشنایی رسید و آب حیات رسید. اسکندر خطا کرد، او راه روشنایی را انتخاب کرد و اما به ظلمات رسید و به آب حیات میسر نگردید. این دوم حادثه عجیب غریب. و سوم و حادثه دیگری که در این سفرش رخ میدهد، به یک شهر دیگر میرسند و با از عجایبات آنها گفتگوزار میکنند. پیران آن به او معلومات میدهند که در شهر ما یک درختی هست که از یک ریشه میرویند، دو تا درخت میشوند و شکلی درخت ها سیمای زن و مرد را دارد و آنها سخنگو هستند و بسیار رازها را میدانند. و اسکندر میل صحبت کردن با اون درختان را میکند، اون را راهنمایی میکنند. میگوید که روزانه مرد صحبت میکند، شبانه درختی زن صحبت میکند و او با ترجمان با آنها هم صحبت میشود و همین درختان به اسکندر خبر میرسانند که مرگش بسیار نزدیک است. و از آنجا اسکندر برمیگردد، مدت استراحت میکند، حرکت میکند به سمت چین، تصرف چین و با قیصر چین هم مبادله نامه میکند. همون شرط هایی که چون همیشه بود درخواست تسلیم به جنگ میشود و قیصر چین هم پیشنهادهای
اسکندر را میپذیرد، ملاقات میکنند، با عجایبات چین هم آشنا میشود. به جنگ مدت با هم بودند و از آنجا برمیگردد به هند، قسمتی که فور حکومت میکرد، مدت آنجا میماند و از آنجا برمیگردد به بابل. در بابل که رسید احساس مرگ را درک میکند و بستری میشود، بیمار میشود و او به همین ترتیب نامه می نویسد به ارسطاطل به روم و از او این سوال را میپرسد که من چیکار کنم که بعد در این وضع اگر من بمیرم تمام این مردمان خلقیت هایی که من را تصرف کردم، آزار دادم، کشتار کردم، اینها حمله میکنن روم را ویران میکنن. و ارسطاطل به او در نامه می نویسد که یک راه داری، تمام همه کشورها را، بزرگاش را دعوت کن، اینها را تقسیم کن، به امیرنشینانی کوچک کوچک تقسیم کن و امیر انتخاب کن، نه شاه. مثلا در هر حدود در هند چند تا امیرنشین تشکیل کن، در چین چند تا امیرنشین تشکیل کن، در ایران و مصر همین گونه چند تا امیرنشین تشکیل کن. این امیران بعداً با دیگر درگیر میشوند و هرگز هوای حمله به روم را نخواهند کرد. دومین نامه‌ای که می نویسد به مادرش نامه می نویسد، نصیحت ها کرد، عذرخواهی کرد از مادرش که خیر ما در بستر مرگ افتادم، از اوضاعش معلومات میدهد، میگه بعد از مرگ من گریه و شیون و سوگواری و زاری نکن. نصیحت دومش این است که بعد از مرگ من اگر از روشنک فرزندی به دنیا آمد پسر باشد، جانشین من می شود در روم و اگر دختر تولد شد او را با یکی از قیصرها، شاهزاده های رومی باید ازدواج کند و باز هم تخت پادشاهی باید به همین فرزندی روشنک برسد و همین گونه جهان را پدرود میگوید. یعنی که طریق بیماری اسکندر از طریق بیماری فوت کرده است. بله. سلامت باشید استاد. از شما می‌دانم هستیم که یک داستان بسیار زیبا و پندآمیز را، یک داستانی که در واقع خواندنی هست برای ما و بینندگان ما قصه نمودید. بینندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که در صحبت ما بودن نامزد علم‌های فیلولوژی، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، بهروز ذبیح الله و ما صحبت داشتیم پیرامون زمان پادشاهی اسکندر. تا صحبتی بعدی شاد بمانید.